کی دعوت کرده؟ بخشش باشه عروسی نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود گفت کسی که به دسترخوان کسی میشینه بی خبر، یا در یک معامله کسی میره یا در یک دسترخوان کسی میشینه بدون از اینکه خبر شود در یک دعوت، بدون از اینکه دعوت شود برای در یک جای بشینه، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که دزد میشینه و غاصب نیخیزه. از این جهت بالای هر فرد مسلمان لازم است که بدون دعوت، بدون خبر که برای سر دسترخوان کسی بشینه نان کسی بخوره، که دزد میشینه و غاصب نیخیزه. پس از این جهت است که انسان باید خودداری بکنه، به خاطر که این یک کار است که حیثیت انسان پایین میاره، انسان ذلیل میشه به این که بیخبر در یک جای شیشته باشه. پس از این خاطر اجتناب به کار است که هر کس باید از این عمل باید اجتناب بکنه، خودداری بکنه.